روز بخیر بیننده عزیز، سرخط خبرهاست از رادیوی آزادی. در چند دقیقه بعدی این خبرها را داریم. کمیته دفاع از ژورنالیستان حکم زندان عبدالله غربتی را محکوم کرد. یک عضو مجلس نمایندگان پرزیدنت امامعلی رحمان را که امروز 70 ساله شد به کوروش کبیر مانند کرده است و اوکراین در جنگ بر ضد ارتش روسیه پیشرفت میکند. خبرهای دیگر هم داریم. کمیته دفاع از ژورنالیستان حکم زندان ژورنالیست عبدالله غربتی را که روز 4 اکتبر صادر شد محکوم کرد. گلناز سعید، نماینده سازمان واقع در نیویورک، در یک بیانیه رسمی گفته است دادگاه نباید در عریضه بازبینی حکم غربتی را به تغییر گذارد و باید او، دلیری امامعلی و دیگر ژورنالیستان را آزاد کنند. کمیته دفاع از ژورنالیستان گفته است که این خبرنگاران برای اجرای مسئولیت‌های کسبی خود پشت پنجره رفتند و از مقامات تاجیکستان خواسته است که ترساندن مطبوعات مستقل کشور را بس کنند. دادگاه ناحیه شاه منصوری دوشنبه روز 4 اکتبر غربتی 26 ساله را با گناه زورآوری به ماموران میلیسا، تحقیر نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان افراطی به 7.5 سال زندان محکوم کرد. خودش گفته است گناهی نکرده است و با سازمان‌های ممنوع نیز هیچ پیوندی ندارد. رئیس یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان در یک مدحیه در وصف رئیس جمهور امامعلی رحمان که امروز 70 ساله شد، او را به کوروش کبیر، شاه معروف قرن 3 پیش از میلاد و اساسگذار امپراتوری هخامنشیان مانند کرده است. سید مراد فتاح زاده، رئیس کمیته کارهای بین‌المللی و اتحادیه‌های جمعیتی، در این مدحیه در خبرگزاری دولتی خاور ادعا کرده است که امروز اکثر مردم به خاطر و احترام رئیس جمهور فرزندشان را امامعلی نام می‌نهند، چون با گفتش اسم امامعلی رمز نجات بخش ملت است. سید مراد فتاح زاده گفته است که تاجیکستان در بیش از 30 سال استقلال محض به شرافت رهبری امامعلی رحمان به دستاوردهای زیاد نائل گشت. امامعلی رحمان که 5 اکتبر سال 1952 به دنیا آمده است، از سال 1994 رهبری تاجیکستان است و سالهاست که او را برای خودکامگی، رواج دادن کشی شخصیت پرستی و سرکوب دیگر اندیشان به احترامی به حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان تنقید می‌کنند. امامعلی رحمان همچنین یکی از شریکان اصلی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به حساب می رود. ضمناً قبل از زادروزش رئیس جمهوری روسیه به امامعلی رحمان برای تحکیم مناسبت‌های شریکی و اتفاقی استراتژی بین روسیه و تاجیکستان نشانی برای خدمت را در نزد وطن تقدیم کرد. نیروهای اوکراین در جنگ بر ضد ارتش روسیه پیشروی در چند منطقه را ادامه دادند. با نظر داشته این شبهه درباره زیر کنترل نگه داشتن ولایت‌های زیاد می شود که روسیه به قلمرو خود همراه کرده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز 4 اکتبر گفت نیروهای کشورش در جنوب چندین دهه را از دست نیروهای روسیه آزاد کردند. به قول او این دهها در ولایت‌های خرسون، لوگانسک، دونتسک و زاپاروژیه جای گیرند که روسیه آن را با برگزاری یک رایپرسی ساخته‌کاری شده به قلمروش همراه کرد. این زمان حکومت آمریکا اعلام کرد که به اوکراین در حجم 625 میلیون دلار کمک نظامی ایلاوگی میرساند. گزارش درباره تحولات در جنگ روسیه در اوکراین ساعت 19 به وقت دوشنبه در برنامه خبری تقدیم می شود. شمار روسیگی‌هایی که بعد اعلان سفربری به ارتش وطنشان را ترک کردند به 700,000 نفر رسیده است و صدها نفر آنها به تاجیکستان هم می روند. آمار دقیق روس‌هایی که بعد 21 سپتامبر به تاجیکستان رفته اند معلوم نیست، ولی صحبت‌ها با برخی از آنها نشان می‌دهد که با هدف کار و زندگی موقت و یا سفر به کشور دیگر به تاجیکستان رفتند. گزارش همکاران ما درباره هدف و برنامه‌های روس‌ها در تاجیکستان 3 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی تقدیم می شود. صنفخانه‌های تاریک و بی‌برق، درس‌های کامپیوتر بدون روشن کردن کامپیوتر، زنگوله از مکتب‌های شوروی باقی مانده. این تنها چند صفت وضع امروزه مکتب میانه در شهر کولاب است که یک ماه باز احوالش همین است. مقامات گفتند درباره مشکل 1300 خواننده و آموزگاران مکتب میانه رقم 9 شهر کولاب خبر دارند و وعده تعمیر خطهای برق را می‌دهند، ولی به نظر می‌رسد که مشکل به زودی حل نمی‌شود. گزارشی را از این مکتب داریم که 3 ساعت بعد در اخبار آزادی همراه می‌بینیم.
ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъор дар тоҷикистон ки онро бонки миллӣ барои 5 октябр таъин кардааст. 1000 рубли русиро 168 сомонӣ ва $1 мисли дирӯз 10 сомонию 22 дирам таъин карданд. қурби евро дубора боло рафта 10 сомонию 20 дирамро ташкил кардааст. дар бонкҳои тиҷоратӣ қурби сомонӣ метавонад фарқ кунад. Сархати хабарҳо ба поён расид. 3 соат баъд дар ахбори озодӣ во мехӯрем.